تصور کن یه نویسنده خجالتی، یه مدل تبلیغاتی پر ادعا و یه میلیاردر دیوونه وسط جزیره ناشناخته گیر بیفتن. این فقط یه سناریوی عجیب و غریب نیست، بلکه داستان یکی از سرگرم کننده ترین فیلم های ماجراجویی سالهای اخیره. The Lost City. ولی آیا این فیلم فقط یه ماجراجویی خنده داره یا یه اثر جذاب و به یاد موندنی؟ تو این ویدیو قراره به همه چیز در مورد این فیلم بپردازیم. از داستان و نقش ها گرفته تا نکات جالب و شباهتش با فیلم های دیگه. قبل از اینکه یادت بره چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای دیگر رو از دست ندی. داستان از جایی شروع میشه که لورتا سیج، یه نویسنده گوشه‌گیر و خجالتی که فقط دوست داره توی خونه بشینه و درباره دنیاهای خیالیش بنویسه، یه دفعه وارد یه ماجراجویی واقعی میشه. اون که کتاب‌های عاشقانه و ماجراجویی مینویسه، شخصیت اصلی کتاباشو با یه مدل تبلیغاتی به اسم آلن تبلیغ میکنه. اما وقتی یه میلیاردر دیوونه اونو میدزده تا واقعاً یه گنج مخفی رو پیدا کنه، اوضاع از کنترل خارج میشه. حالا آلن که همیشه فقط نقش یه قهرمان خیالی رو بازی کرده، باید تو دنیای واقعی هم مثل یه قهرمان رفتار کنه. این فیلم ترکیب جالبی از بازیگرای معروف داره که هر کدوم توی ژانر خودشون امتحانشون رو پس دادن. ساندرا بولاک که همیشه توی کمدی‌های رمانتیک درخشیده، اینجا هم همون حس طنز و سردرگمی رو عالی اجرا میکنه. چنینگ تیتوم که معمولاً توی فیلم‌های اکشن و کمدی دیده شده، اینجا یه شخصیت بامزه و غیر منتظره داره که بیشتر از اینکه یه قهرمان واقعی باشه، داره تلاش میکنه تا به لورتا کمک کنه. ولی بیاین از دنیل ردکلیف حرف بزنیم. این بازیگر که همه اونو با هری پاتر میشناسن، اینجا توی یه نقش منفی، نقش میلیاردر غیر عادی رو بازی میکنه که با اینکه خیلی ترسناک نیست، ولی به اندازه کافی عجیب و غریب هست که فیلمو جالب کنه. و حالا میرسیم به کسی که با حضور کوتاهش یکی از بهترین لحظات فیلمو ساخت. درسته، براد پیت. هرچند حضورش طولانی نیست، ولی یکی از بامزه ترین و جذاب ترین بخش های د لاست سیتی رو رقم میزنه. د لاست سیتی یه جورایی ترکیبی از 3 فیلم جومانجی، ایندیانا جونز و حتی رومانسینگ د استونزه. ماجراجویی طنز داره و یه مقدار از کلیشه های عاشقانه استفاده میکنه. اما یه چیزی که باعث میشه این فیلم د لاست سیتی نسبت به فیلم‌های مشابهش خاص‌تر باشه، ترکیب منحصر به فرد شخصیت‌ها و طنز آنهاست. البته بعضی جاها فیلم زیادی قابل پیش بینی میشه و میتونست ماجراجویی بیشتری داشته باشه، ولی همچنان یه گزینه عالی برای سرگرم شدنه. در کل د لاست سیتی یه فیلم سرگرم کننده است که ترکیب کمدی، ماجراجویی و عاشقانه داره. حالا تو بگو، اگه فیلمو دیدی نظرت راجبش چیه؟ اگه بخوای یه فیلم مشابه معرفی کنی، چی پیشنهاد میدی؟ حتما تو کامنت ها بنویس. و اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما لایک و سابسکرایب کن.